برنامه خبری 20 فеврал را مستقیما از دفتر مرکزی رادیوی озодӣ тамошо доред. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتان می شود. در حالی که شرافیددین گداев چند روز این جانب در توجیکستان است، نشر نواری قبل از سفر او به روسیه سوالهای زیادی را به وجود آورد. جریمه راهی حل نیست و یا چرا رانندگان توجیک دیده و دانسته قاعده های حرکت در راه را رعایت نمی کنند؟ خیلی آدم خودش هم جمیستن. ما چا کنیم؟ اصناف نمیستن. ما عیبمونه کو. باز یک حیات زیر دار پایان یافت. رجب علی به دوری همسر و فراق فرزندان تحمل نکرد و از زندگی دست و دل شست. داشته برو اومده مایسود گفت که اوچه جان من درمندم، گفت علمین داده نمیتونم، گفت علمین من زوری میکنه، گفت من نه خم شده میتونم نه روز شده. و اکنون تفسیر خبر گزارش و صبح امروز مخالفان حکومت توجیکستان نوار شرافیددین گداев را نشر نمودند که به گفته آنها قبل از سفرش به روسیه ثبت شده است. در این نواری چند دقیقه‌ای گداев میگوید هیچگاه به خواهش خودش به توجیکستان نمی رود و اظهارات مذکور تنها در 3 حالت دسترسی عموم می شود. این ویدیو را همچنان قید کردم. در حالت شما دسترس میکنید که من کشته شدگی باشم و یا اینکه دزدیده شدم یا بی‌درک شده باشم. مراجعه ویدیویی شرافیددین گداев 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی توجیکستان اعلام کرد شرافیددین گداев روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم نمود. همچون دلیل این گفته ها روز 15 فوریه وزارت کارهای داخلی توجیکستان در وبسایتش اظهارات شرافیددین گداев را از توجیکستان نشر نمود. 6.5 سال در بیرون از وطن مرا به فکر آورد که من باید به وطن برگردم. شرافیددین گداев که در هلند حق پناهندگی دارد، یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت توجیکستان را با لحن تند تنقید میکرد. او تا زمان پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد توجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی توجیکستان است. در حالی که معمای بازگشت شرافیددین گداев به توجیکستان ناگشوده باقی میماند، جنبش اصلاحات و رشد توجیکستان گفت که به جای اون نفری را با نام علیشیر عبدالرحمانوف رهبر انتخاب نمود. پلیس دوشنبه میگوید در پی ناراضگی جامعه شهروندی از وضع نقلیات در پایتخت صدها راننده را به جوابگری کشیده است. مقامات گفتند قانون شکنی بخصوص در میان مسافرکشان‌ها زیاد است و رانندگان حتی بعد جزا گرفتن هم قاعده ها را دوباره نقض میکنند. رانندگان باشند به این روزی نیستند و میگویند وضعشان به آنجا رسیده است که مجبورند بعضی قاعده ها را ویران کنند، در عکس حال نمیتوانند به خانه نان ببرند. در یکی از ریدهای مخصوص ملاجب یوسفی و شادمانی یتیم کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را همراهی کردند. مشکل نقلیات در دوشنبه روز 19 فوریه بحث گرمی را میان روزنامه‌نگاران و مقامات پلیس پایتخت به میان آورد. از جمله خبرنگاران از وضع نقلیات در پایتخت انتقاد کردند که به گفته آنها بدتر می شود. کمبودیو دوره به دوره اصلاح شده ایستاده. سطح صفت خدمترسانی هم نسبت سال گذشته و سالهای پیش بهتر شده ایستاده است. سردار پلیس دوشنبه برای مشاهده وضع فعلی راه و نقلیات پایتخت روزنامه‌نگاران را به ریدهای بازرسی دولتی اتومبیلی جلب کرد. مشکل راه و نقلیات از درد اصلی دوشنبه گفته می شود که چند سال است حل نمی شود. راننده را که پلیس برای در بالای خط راه ایستادن بازداشت، علیه حجت‌هایش برای عین قانون شکنی در شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی بودند. برای مردم با خواهش مردم کسی که میپرسن برای اگر من نکنه چی میکنه؟ جنجال میکنه. خیلی آدم خودش هم جمیستن. ما چا کنیم؟ اصناف نمیستن. ما عیبمونه کو. هنگام ثبت ما مسافرکشان‌ها برای گرفتن مزاجان بیرون از ایستگاه من نمی‌کردند. با دور شدن ما وضع به حالت اوله برمیگشت. ساکنانی که در کناره‌های راه مسافرکشان‌ها را با اشاره دست من می‌کردند، بعضیش در صحبت با ما گفتند
حتی فکر نمی‌کنند که این غیر قانونی باشد. بله، این نقض قاعده است. آنها نه تنها در گذرگاه بلکه در چراغک راه هم من میکنند. من گفتم در یگان جا استید، گفت من در گذرگاه میستم. تمام. پیدا کردن مسافربری که از معیار زیاد مزاج نمیگیرد تقریبا غیر امکان است. رانندگان برای این عمل خود که مقامات آن را قاعده ویران کنی میخوانند دلیل دارند. اگر ما خیلی بار هم نکنیم سوارکا 8.5 سامان یکه ختون میدانیم. در زیاد سوار شدن مسافران ظاهراً تنها رانندگان مقصر نیستند. مسافران میگویند باید سر وقت به جای ضروری برسند و اگر مسافربر بعدی را منتظر شوند آن یا دیر می آید یا آن هم پر است. در 2 هفته اخیر ضمن گذراندن ریدها نزدیک 1700 رانندگان نقلیات جمعیتی را برای رعایت نکردن قاعده های حرکت جریمه کردند. از آن 637 حالت از معیار زیاد سوار کردن مسافران بوده است. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو озодӣ را тамошо доред. کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 18 فевرال از نجات زن 45 ساله خبر داد که با قصد خودکشی خودش را به کام دریای دوشنبه هوا داده است. اگر نجات دهندگان سر وقت نمی رسیدند زنده ماندن این زن در آب سرد غیر امکان می بود. هرچند در این حالت از سر زدن فاجعه خوشبختانه پیشگیری شده است، ولی پیوندان یک ساکن ناحیه ایثار زمان او را پیدا نمودند که کار از کار گذشته بود. برای یوسفی گزارش می‌دهد. раҷабалӣ ғафуров сокини 25 солаи деҳаи нилӯи ноҳияи ҳисор баъд аз 2 рӯзи расман аз ҳамсараш ҷудо шудан даст ба худкушӣ зад. ҷасади овихтаи марҳумро бародараш субҳи барвақти 7 феврал аз ошхонаи манзилашон пайдо кардааст. тақрибан соатҳои ҳами 6-6:30 буд. ҳами омадам ҳами свет куштагӣ буд. омадам светҳои дар гирондам. من همینجا آمدم اکو نو چای میمونم گفتم که من همینجا با کشالت بودم سرم خم بود برای چی اینا راست داده باشم گفتم بوله نگاه کردم که بنده آویزم بعد همینجا فرو وردم من همینجا به راست صندوق مانده بود همینجا فرو وردم من تکه به هم صندوق ماندم بعد رفتم یه جیغ زدم 12 روز شد بچه همه خواندم برام марҳум раҷабалӣ 6 сол қабл хонадор шуда буд ва 3 фарзанд дошт. зиндагии фақирона доштанд ва саломатияш низ хуб набуд. пас аз як ҷанҷоли миёни зану шавҳар дар моҳи октябри соли гузашта ҳамсари раҷабалӣ кӯдаконашро гирифта ба хонаи модараш рафт. خیلی زن به زن ملاقصه و یک کدگیم نه کدگی نیستیم نه کدگیم که حقارت هایی که و یک کد ما گشته زمین ندادم دیگه دخالت در زندگی فرزندم ما دیگه با دخالت نکردم اپا جان. ҳамсари марҳум раҷабалӣ ба ҳамин барои ҷудо шудан ба додгоҳ муроҷиат кардааст. додгоҳ пас аз 4 моҳ онҳоро аз ҳам ҷудо кард ва барои фарзандон ба раҷабалӣ пардохти алимент таъин намуд. که با پسر ما 110 سومی 3 کودک در المان جدا کردم. گشته برو آمده میسود گفت که اوچه جان ما درماندم گفت المان داده نمیتونم گفت المان ما زوری میکنه گفت من نه خم شده میتونم نه راست شده پاچه ها میسوزه اوچه جان ما گشتم و گفتم اوچه نمرده اوچه کار میکنه المان تیتره میتیه ما با کار برو آمدم رفتم و کار دادر آمدم ساعت 6 سحر ده که زنگ زدن که پسرت به خودکشی دست زده. дар мавриди сабабҳои худкушии раҷабалӣ ғафуров ҷониби ҳамсараш ҳанӯз чизе нагуфтааст. аммо тафтишоти қазияи худкушии раҷабалии 25 сола аз сӯи мақомоти интизомии ноҳияи ҳисор шурӯъ шуда ва идома дорад. аммо ин ҳодиса аз шумори худкушиҳои ахири мардон дар тоҷикистон аст ки ба гуфтаи равоншиносон марбут ба масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дониши нокофии динӣ, адами дастрасӣ ба иттилооти равонӣ то маризиҳои равонӣ аст. طرف دیگر این احساسی قبول کردن زندگی است. اکثر مردم حیات رو با احساس با ایموسی قبول میکنن. آن رو شرح دادن، تحلیل کردن،
بعضی چیزها نداشت. سبب این میشد که آنها به این چیز گرفتار میشن. یکی از سبب‌هایی که خودکشی دست میدن این خودکشی اعتراضی است. یک سبب‌های دیگر است. اعتراض میکنن به این یا آن عامل‌هایی که به آنها اثر میرسانند. در سال گذشته 2018 در تاجیکستان حدود 500 نفر به خودکشی دست زدند که بیش از 200 نفر آنها زن، تقریبا 40 تن دیگر دختران نابالغ و باقی مردان هستند. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکلات خانوادگی، بیماری روانی و وضع بد اجتماعی به زندگی خود خاتمه گذاشتند. خب منتظر میمونیم که نتیجه تفتیش چی رو نشون میدهد. ضمناً ژورنالیستان توجیک میگویند با وجود آنکه سالهای اخیر موردهای قصد به جان خود کردن ساکنان زیاد شده است، اما مقامات نمیخواهند در این باره زیاد صحبت کنند. همکاران ما از نسایه شیوریم در معرفی نظرسنجی شرکت داشتند که نظر مردم رو راجع به این مشکل به نمایش میگذارد. گزارش را طاهری سفر تقدیم میکند. ژورنالیستان میگویند حکومت تاجیکستان هنگام ارائه آمار خودکشی در سال گذشته تنها با آوردن یک رقم خشک اکتفا میکند. بنا به آمار رسمی سال 2018 236 زن قصد به جان خود کردند. معلومات دیگر از جمله درباره خودکشی مردان در دسترسی عموم قرار ندارد. همین گونه سن و سال زنان خودکشی کرده، وضع اجتماعی آنها و عامل‌هایی که زنها را به این عمل تحریک دادند گفته نمی شود. نظرپرسی که از طرف ژورنالیستان در میان 2,500 ساکن انجام شده است معلومات دقیق را فراهم نمی آورد، اما با گفته تشبسکاران اطلاع جمع آورده تا اندازه به مشکلات موجوده روشنی می اندازد. البته مقامات محلی میخواهند این موضوع را پنهان دارند و اساساً سبب‌های خودکشی را به نافهمی در عائله ربط می‌دهند. اما نتیجه پرسش ثابت می‌کند که سبب اصلی به کمبزاعتی، مهاجرت و منتالیتی موجوده وابسته است. از یک طرف نزدیکان نمی‌خواهند که طریق وسایل اخبار عموم در تمام تاجیکستان اعلان شود که او خودکشی کرده است. از سوی دیگر مقامات تلاش می‌کنند آمار خودکشی را کمتر نشان بدهند و آنها نیز در این باره معلومات نمی‌دهند. بر اساس این نتیجه نظرپرسی 83% ساکنان از 17 گوشه‌های مختلف تاجیکستان بر این باورند که اساساً زنان قصد به جان خود می‌کنند. بقیه 40% دیگر آنهایی که به این عمل دست می‌زنند از 18 سال بالا دارند. 3/1 پرسیده شده ها سبب خودکشی را در میزان پست سوادناکی و کم بی‌ذاتی می‌بینند. 3/1 دیگر بر این نظرند که خشونت، فشار خانوادگی به خودکشی تلا می‌دهد. باز همین تعداد پرسیده شده ها ازدواج‌های برمحل و مجبوری را همچون عامل اصلی نام می‌برند. 15% پرسیده شده ها گفتند که سبب خودکشی در ازدواج‌های بروقتی است. 13.6% گفتند که ازدواج‌های مجبوری باعث این عمل می‌شود. روزنامه‌نگاران می‌گویند برای پیشگیری از خودکشی باید اقدام شود. در مد اول مقامات را ضرور است که معلومات را از جامعه پنهان نکنند. دختران باید در برابر پسران به تحصیل دسترسی کامل داشته باشند و برای کار کردن آنها مانع نگذارند. یعنی باید وابستگی اقتصادی زنان را از شوهرانشان کاهش داد. سالهای اخیر در تاجیکستان حالتهای زیاد شده است که زنان بعد از گرفتن طلاق از شوهر بنابر دستنگری به جان خود و فرزندانشان قصد می‌کنند. همین گونه موردها در خانواده‌های جای دارد که مردان در مهاجرتند و زن و فرزندان خود را در تاجیکستان به پول می‌گذارند. آنهایی که نظرپرسی را انجام دادند بر اینند که مقامات حفظی حقوق باید مسئله ازدواج‌های بروقتی و مجبوری را در روستاها جدی نظارت و عاملان را مجازات کند. بنابر پرسش افکار عمومی مرکزی تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان تقریباً 40% ساکنان هنوز هم باور دارند که همسر آینده را برای دختران باید والدین انتخاب کنند. با امید دریافت خبرهای خوب و با عرض سپاس از آن که در این 15 دقیقه بیننده عزیز ما را تماشا کردید، برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید و همین گونه www.azodi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی در خدمت شماست و همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه‌های خود را داریم. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌گردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.